درود. امروز دایر به یک حادثه غم‌انگیز صحبت میکنیم که 2 سال پیش در روسیه با یک دخترک 5 ساله تاجیک رخ داد. هویدا تیلازاده را روز 22 ایولی سال 2018 از نزد خانه‌شان را بردند و تجاوز کرده کشتند. مقامات روسیه میگویند از بس که الکساندر سیامین متهم به جنایت انسانی هوشیار نیست، او را نمیتوانند به دادگاه بیارند و جزا بدهند. اما نه همه به این گفته‌های مقامات روسیه باور دارند که شرح زیادی را با همین مضمون زیر گزارش رادیو آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. از شرح کاربری به نام ولیدین جی آغاز میکنیم که چنین گفته است: یگان بار نفهمیدم که یگان تاجیک گناه کند، تشخیص طبی کنند و گویند که دیوانه است. فرق ندارد چه گناهی کرده باشد، 10 سال او را به زندان محکوم میکنند. کاربری با نام 0776 زوزو پرسیده است که چرا در روسیه حقوق تاجیکان درست حمایت نمی شود. او می نویسد: چرا ما در روسیه قدر نداریم، پول پاتنت می سپاریم، قانون را رعایت می کنیم، باز چی نمی رسد که اینها حالا هم این آدم را جزا ندادند. تعداد دیگری از کاربران گفتند که به جزا ماندن الکساندر سیامین باز هم به مسئله حقوق شهروندان تاجیکستان در روسیه برمیگردد که به گفته این کاربران قدر و قیمت ندارند. کاربری با نام مهد شریف سفرف در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: برادران، اینها ما را پسند نمی کنند، تاجیک را انسان حساب نمی کنند، ما تاجیکان قروتاب گفته گشتیم. بسیاری از کاربران از حکومت تاجیکستان خواستند این مسئله را جدی بگیرد و از حکومت روسیه طلب کند که گناهکار را جزای سزاوار بدهند. گروه دیگری گفتند که برای به کرسی دادگاه کشیدن گناهکار باید به دادگاه حقوق بشری اروپا مراجعه کنند. کاربر با نام 7516 عایشه در صفحه ما در اینستاگرام چنین نوشته است: در این روزها هزاران جنایت نسبت به تاجیکان را تفتیش میکنند، برعکس ما را گناهکار اعلان میکنند. باید از کار سست روزها به دادگاه اروپا شکایت برد. پرویز ام هم عین گپ را گفته و افزوده است که به جزا ماندن گناهکار تجاوز و قتل دخترک 5 ساله تاجیک میتواند باعث تکرار این گونه جنایت ها شود. شرح پرویز را میخوانیم: خوب میشد به دادگاه اروپا مراجعه میکردید. اگر به جای همان الکساندر سیامین یگان تاجیک می بود، تمام دنیا پر از آوازه می شد که تاجیک به چنین کار دست زده است. افسوس در شهر مسافری دست کوتاه داریم، مداد ما یگان فرد سالم عقل نمی رسد. تصور کنید امروز با این عائله چنین کردند، فردا با عائله دیگر نیز چنین می کنند، البته اگر به جزا ماند. در این بین یک کاربری که ظاهرا مادر و در روسیه است به والدین تاجیک توصیه داده است فرزندان خردسالشان را درست نظارت کنند و تنها نگذارند. این کاربر خود را سوزی SSS 52 معرفی کرده و چنین نوشته است: برای چی همان کودک را در بیرون به آدم کلان ماندید؟ برای چی؟ روزها را ببینید کودکانشان را خودشان به دسته بیرون میبرانند و خانه میبرند. یگان وقت ندیدم که کودکانشان تنها باشند. شما هم اگر توصیه دارید یا نظری بنویسید در ویدیو ثبت کنید، توسط واتساپ، وایبر، تلگرام و ایما به ما بفرستید و به شماره که میبینید. اگر میل خواندن خبر و دیدن ویدیوهای بیشتر را دارید، پس وبسایتی که میبینید برای شماست. برنامه امروز به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.